ризқ ва қадари одам ба воситаи дуо кушод, яъне зиёдтар мешавад ё асло тағйир намеёбад? ба сабаби дуо бале зиёд мешавад. дуо фоидаҳои азим дорад ва он одамҳое ки бузург шуданд магарам ба сабаби дуо бузург шуданд. дуо ибодат аст. вақте ки банда аз аллоҳ таоло мепурсад, маънош ин аст ки ин банда ба аллоҳ таоло боварӣ дорад. чун агар ба як кас боварӣ надошта бошад, аввал ҳеҷ чӣ намепурсед. ин имон дорад. дуюмаш ин ки боварӣ дорад ки аллоҳ таоло мешунавад. агар нашунавад, гап намезад. боварӣ дорад ки аллоҳ таоло ба ваъдаш вафо мекунад. боварӣ дорад ки аллоҳ таоло карим аст. боварӣ дорад ки аллоҳ таоло ғанӣ аст, бой аст, беҳоҷат аст. ин ибодат бисёр ибодати бузург аст. ҳатто аллоҳ таоло мегӯяд ки إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. کسانی که از دعا کلانیگری میکنند، خاکساری نکرده از الله تعالی دعا نمیکنند. مثلا این دعا کردن یک نمود ذلت است، پرسیدن است از الله تعالی، لیکن عزت است. اگرچه پرسیدن است، لیکن از الله تعالی عزت است. آنهایی که دعا نمیکنند الله تعالی، اینا به نزدیکی به جهنم میدرآیند و الله تعالی راضی نمیشود، غضب میکنه از آن آدمی که از الله تعالی نمیپرسد حاجتاش. اساسا کی نمیپرسد؟ آدمی بی حاجت نمیپرسد. بنابراین الله تعالی یا آدم کمبغل کند، سر مشکل و سر مصیبت کند، این خیر است برای وی. چون که وی اصلا طبیعتا خودش گپی نغز نمیفهمد، طبیعتا از الله تعالی نمیپرسد، به الله تعالی از دوست داریش وی به مصیبت میدید، سنی مجبور 7 بار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین. دعای مشقت. دعای مشقت چی است؟ در حالت کرب، در حالت مشقت پیامبر صلی الله علیه و آله به ما تعلیم دادند. لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات والارض و رب العرش الکریم. در صحیح بخاری است. این دعای مشقت است. در وقت مشقت این دعای میگوید، مشقت کشوده میشه. یعنی که بنده مومن به سرش خوف، مصیبت، مشکلی آمده می استد تا اینکه همیشه زبانش با ذکر الله تعالی تر باشد. اگر الله تعالی بلا نفرستاند، این آدم در غفلت میماند. بنابراین بعضی علما اگر در مدت 1 هفته 2 هفته یگان مصیبت نبیاد میترسیدند. میگفتند که این استدراج نباشد. الله تعالی درجه به درجه آدم از رحمتش دور میکند. عذاب نمی بیاد. عذاب که نآمد، بنده آهسته الله تعالی رو فراموش میکند. هر روز عذاب بیاد، هر روز دعا میکنید، هر روز توبه میکنید، هر روز استغفار میپرسید، از آمدن بلا میترسید. این از مهربانی الله تعالی هست. بنابراین دعا در رزق تأثیر زیاد دارد. رزق وسع میشد. الله تعالی گفت که وقال ربکم ادعونی استجب لکم. پروردگار شما گفت که دعا کنید مرا، من اجابت میکنم. الله تعالی به دعا هم امر کرد، ادعونی، مرا دعا کنید. این امر و سپارش است. وعده داد که استجب لکم. واسأل الله من فضله، از فضل الله تعالی بپرسید. امر است. و در سوره بقره گفت که اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجابت میکنم. وعده داد. دعوت الداعی، دعای دعا کننده را، اذا دعانی، اگر مرا دعا کند. یعنی که کسی که اگر الله تعالی رو دعا کنه، الله تعالی اجابت میکند. خواه امروز باشد، خواه پگاه باشد، خواه بعد 40 سال باشد، الله تعالی اجابت میکند. دعا در رزق تأثیری کلان دارد. دعا کردن گره تقدیرنده نباشدم، دعا تغییر میده. همین دعا در تقدیر هست اصلش. همین بنده باید رزقش این خیل میشد، وقتی که دعا رو زیاد کرد رزقش این خیل شد. گفتن هیچی است. یعنی که دعا عمل کردن میگیرید. هر عملی که باعث فایده شما هست، سبب فایده شما است، کردن گیرید. پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که ناتوان و عاجز نشوید. اعملوا، عمل کنید. عملی که به فایده شما است اجرا کردن گیرید. توکل به الله تعالی.